خوشمزه. ببین باورم نمیشه همین چیزی گفت. سلام بچه، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. سجادتونم خیلی خوش اومدید به قسمت جدید از کانال راد ریاکت. امروز قراره که به ویدئوی فراد ایکس ری و همراه خانومش پردیس ریاکت بریم. یه ترای نات تو لف گذاشتن که فکر کنم بامزه باشه. بریم پر انرژی شروع بکنیم. قبل از اینکه بریم سابسکرایب یادتون نره، لایک و سابسکرایب یادتون نره بزن. بریم سری سراغ ویدیو. برو بریم. خب بریم سراغ ویدیو. خوراکی یادتون نره مثل همیشه. کرانچی گرفتم. چی حال کن. برو سراغ ویدیو. بزن بریم. ترای نات تو لف. برو بریم. سلام بچه‌ها، چطورید؟ من فدیکسرم و خیلی خوش اومدیم به یه سایکو نخندی دیگه. فدیکسرم قشنگ پردیس داره زور میزنه خودشو خندان نشون میده و خیلی خوش اومدیم به یه سایکو نخندی دیگه. سلام و درود. برو بریم. بعد این سری سعی کن واقعا نخندی، چون اگه بخنده میخوام آخر سر روش آب بریزم. سری ببین میخوام قهرمان شم. این سری قهرمان هر بار همین حرفا رو میزنه، هر بار هم میخنده، نمیتونه جلو خودش بگیره. من تراناتو که منم بعید میدونم. لایکو همین الان بزن، اگر لایکو نزدی بزن. ببین این سری اینجوری هم بشی باختی ها. آماده ای؟ 1 2 3. ببین دلبر، تیزی نگاهت تیوپ دلم رو پاره کرد. گفت فس سیسی بیا پنسجریش کن. ببین دلبر، یوبوسات هم رفت شد. اصلا خنده‌دار نبود. تیزی نگاه تیوپ دلم رو پاره کرد. گفت فس. نفهمیدم. گفت تیزی نگاه دلم رو پاره کرد. گفت فس دیگه. نه میگه پس، خب نمیگه فس. چرا؟ آقای وای اینا خیلی سمن. اینا خیلی سمن. کاش مدرسه ها زودتر باز شه، اینا برن مدرسه. لطفا مزاحم من نشو دیگه، به من دست نزن. ها؟ بابا فقط یه لواشک نداشت، میریم بالاتر برات میخرم. خود میدی؟ گود. واقعا تو همین حال بودم. چی شد؟ داشت راجع به چی صحبت میکرد؟ بعد گفت من لواشک میخوام. اون به اون قول داد 1-0 من جلوام. عجب نامردی. راست میگه دیگه، خنده دیگه. نه من مطمئن باش تو خندیدی. ببین امتیاز رو درست رعایت کن. تو الان خندیدی، یه امتیاز من میگیرم. من یک جلو من تو میدی تو خود بیبی فیسه. چیه؟ بیبی فیس. بیبی چی؟ بیبی فیس. دوست دارم عشقم. قشنگ خرگیم شد. وای چقدر خوب بود. اصلا باورم نمیشه. بابا بنده خدا رو گیرش آوردن، دارن اذیتش میکنن. نباید این نامردی، خدا وکیلی نکنی. کارو بکنم. این قیافت ببین، نباید این کارو بکنم. 1-1 مساوی. گزارشگر فرانسوی رفت بازار رشت. نو اسپورشی نش منن کیننا کوش پلاس باش. کافیه یه ایرانی یه خارجی پیدا کنه 4 تا از این چیزا بهش یاد بده. خندیدی. خیلی حرف بیادبی. اسپورشی نش منن کیننا کوش پلاس. ببین باورم نمیشه همین چیزی گفت. مثلا اومد ادیت خیلی خوبه. ببین باورم رول کردی، چت کردی. نمیشه همین چیزی گفت. مثلا اومد دیدی ایرانی‌ها میان الکی مثلا یه جایی صحبت کنن، فکر که اگه الان تو عربی صحبت کن. مثلا میگن یه علم قلی 2-1 به نفع من. خیلی سمه، خیلی سمه. سیب زمینی سرخ شده وقتی روش روغن می‌ریزی. من اینو خودم دیده بودم. یه علم قلی 2-1 به نفع من. چطوری نمیخندی؟
3-1 به نفع من. اینا دیگه واقعا اینا رو درک نمی‌کنم. این هندی‌ها چه جورین؟ تو چه فازیان؟ تو چه لول دیگه؟ تو یه بعد دیگه کلا دارن زندگی میکنن. یه لحظه کن دندم رفت دلم درد گرفت. آقا من عقب افتادم. 3-1 3-1. آقا بریم واسه کلیپ بعدی. چرا من روی شیشه بشینم؟ طول موجش رفت بالا. خودمون بود. 3-2 به نفع من. نه تصویر بچه برو کاریت ندارم. همیشه به ما لطف داشتی نخوردیم اونا. بزن قدش کن. باشه برو بر آبوش کنی نکن. من اصلا گوشت و لاکپش نمیخورم، فقط عرق و قاز. خندیدی خندیدی دیگه. نه دیگه. آقا ما چه غلطی کردیم تو زن مای قربونت برم. آقا ما توی ترناتولف 2 تا دوستیم با هم. باختی 4-2 تموم شد. بابا جون منه مشملوک منه بابا کی بدو چشممه کی بدو بابا داره تلفن یله میدون یله بابا چیکار داره میکنه ای؟ آقا محمد حسین پلنگ ایرون داره برای بچه شعر میخونه؟ بابا ساکت شد. آخه چقدر باحالون. ببین خیلی جلوی خودمو گرفتم. این داشت اسکول بازی در می آورد، اون مرداش چی جواب اینیو میداد؟ مردونگی به اینه که 2 تا دوست یه بار دیگه مردونگی به اینه که 2 تا دوست دختر داشته باشی، یکیشو بدی به دوسته. فرمودن که مردونگی به اینه که 2 تا دوست دختر پیدا کنی، یکیشو بدی به دوسته. صداش چرا یه جوری بود بنده خدا. فیلم ترکی کم ببینید خب. کم واقعا تاثیر داره این جما. من اصلا سورپرایز مادرفاکر. قلابی واقعا این همون چیز. من ازتون عذر میخوام بابت این ویدیو، خیلی سمیه بودا. بیبی واقعا دوست دارم آیدی اینستا اینو پیدا کنم، خیلی با من. اگه داری کانتنت رو میبینی مسیج بده. هلیکوپتری بازم عروسی. این اینجا چی کار میکنه؟ داره دبیرستان پسرونه یکی میزنه رو دیوار. وای باورم نمیشه. 4-3 آقا 4-3 عروسی همه دارن با هم میرقصن، تو بری با دیوار بوتونی آخه. آره باباهاتون اینستاگرام نصب نکنید، تیک تاک نصب نکنید. سیسی داره. بزن آقا. یکم ترانزیشنش تأخیر داشت. خب نه اون کسی که ادیت زده براش فرق زده، خودش همشون بعد ببین چقدر داره ترمیناتوری را میره. آره دیگه پریشه یه اینا که دورچی هم میزنم چیا مار داره بردم از توش میپره شده. یاد اون گیاه توی هری پاتر افتادم که از توی گلدون میکشیدنشون بیرون تیغ میزدن. خودشه. خندیدی نه دیگه من میتونی سو استفاده کنی دیگه. میگه اینطوری موقعی نه آمبولانس آقا واقعا تو بده خندیدی. خب تو خندمو در آورد. تو هم میتونی در
تشکر. برای رفیق خستگی. وای 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 وای. بد خورد. رفیق خستگی. وای 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 وای. خیلی بیشتر. خیلی بد خورد. حاجی پله شد. حاجی دختر شد. اوه دوتا رو با هم رد کرد. پریس شد. بعد کلیپ بود. کلیپو بستم رفتم بعدی. الان جرزن. بچه تو کامنت خودتون از خجالتش در اول نزدم. بیا تو تصویر قربونت برم. بیا داخل. نه من اوکی. بیا یه لحظه. نه نمیام. بابا بیا. سیسه پسرها وقتی جلو مدرسه دختر نمیرن یکی رو بلا میکنن. وای من خیلی متصوری بخند. اشای سیسه دبیرستان دختر نمید. اینو من جلو خندم گرم. بلالی وقتی شغل تو دوست فرار رفت. بلالی حرکات آکروباتیک. وقتی بابات میگه تو کارت خلاقیت داشته باشی همیشه جواب میده. جنس بچه‌ها ببین جنس اشتباه چه میگه؟ همون زغالا برداشته استفاده. جدی میگم مثلا من ردشم ببینم یکی این کارو میکنه میرم ازش بلال میخرم. ببین جواب میده همیشه خلاقیت جواب. میگم بذار برم من مثلا نمیخرم. این بیشتر شبیه کابوسه. چرا؟ خوب بود. چیزو مگوش مانتیسه. مگوش مانتیسه. ملخ بود. مگه نگفتی ترنات تو لفه این چی بود؟ چرا خورد ملخه رو؟ این همونا حاجی ترانزیشن. حاجی ترانزیشن اسم زد بعد رفتیم پنج اون بنده خدا. اینم اگه آیدی واقعا چی بود؟ ترانزیشن. این همونا ترانزیشناش هم همش با تأخیره که. حاجی ترانزیشن. زد بعد رفتیم پنج اون بنده خدا. اینم اگه آیدیشو دارید برام بفرستید یه کلاب بلاکش کنیم. علاقمند شد. واقعا صدای خوروپاف میمون بود؟ ناراحت نشدی بهت گفتم کاتاف داشت میزد. نه عزیز دلم میمون بودن یه فضیلته. بدی فرض کن الان رفتیم بیرون از ایران خارج از کشور توی ببخشید بعد پفکه مجبورم حلال کن. رستوران یکی مثلا غذا تو میاره مثلا چجوری تشکر میکنی ازش؟ Hey my friend Jabarius. چی؟ Hey my friend Jabarius. یعنی چی؟ جوان جان. واقعا سوء استفاده است دیگه از این بنده خدا. کردن امتیاز پنج چهار. نه نفس کشید. خب منم یه بار همینجوری همین. نه تو گفتی خندیدی. نه من گفتم 5-4 عزیزم الکی شلوغش نکن. از گروه تواشی هستن ایشون هم. تصادف وحشتناک 206. واقعا بیشتر حالت بد میشه تا خندت بگیره. زن ما ترتنیه تو خیابون تن پیش رو بدبخت. داستان ما کنسلیه. همین بود کلیپ. من گفتم الان میاد میگه ما داریم اینجا زحمت میکشیم. چشم امیر بیکاری؟ بالا کنیم لایو وسط لایو. خیار بدم بکاری؟ بگو. تیش مادرای قدیم. خیار بدم بکاری؟ بگو. تیش این بده
کلیپ تمام شد. میخندیم چی شد؟ این بده، خیلی بده. احمد رضا. احمد رضا. چرا اوستا؟ نگاه نکن به گردنت، تمام عالم گردنت. کش. چرا خیلی بده اینجوری میکنه؟ چقدر جدی شد. آخرش هم یه دونه میزنه، همه رو میاره یه دونه پستی میزنه. ببین حواسم هست، امتیازا داری میبازی، آبو میریزم رو سرت و لذت. باشه حالا اینو بگو بیادم نیست. فرهاد بیام اینجا فوش خار مادر شیت بدم بگم فلان شده، گوه میخوری فوش میدی، گوه میخوری داری دشمنی را میندازی. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی، بیناموسی. مشکل داری بیناموس. ما داریم اینجا زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومد. صدای کیو انداختن روش؟ گوه میخوری فوش میدی، گوه میخوری بی احترامی میکنی، اعصابم به هم میریزه. آفرین، نه که اینو درست کرده. ای آی داره گرم میزنه به همه چی. میدونی صدای کی بود؟ منم نمیدونم صدای کی بود. تو کامنت ها بنویس. بابا اینو با چیز درست کردم، با همین هوش مصنوعی صدای یکی رو گذاشتن. آره دیگه. حالا فهمیدی چه جوری امتیاز زیاد میشه؟ همین جوری که میخندی یه دونه زیاد میشه. یه دونه آواز بده. چشم باز بعدی. اون دیوار بود. ولی قبول داری خونه های ما هم همین جوریه؟ بچه کلا خونه ها تو خارج از کشور یه اینجوری فشار میدی ما داریم. میخوای بعدا به بچه‌ها اگه شد عکسشو تو همین ویدیو میذاریم. در دستشویی این پادره گیر کرد، اومدم یه هول بدم دستم تو در گیر کرد. جای دستش مون. این آهنگ اسپایدرمن خدا شلم کنم بره. زیبایی نکنید با خودتون اینطوری، خدا وکیلی زشت. با هیچی سنخیت ببین هیچی با هیچی سینک نیست، چون لباش هم حالا صحبت میکنه من حقیقتا نمیفهم، مثلا میگه سلام یا خداحافظ، تفاوتش کاشت موژه فشن پر و بلند برای مشتری عزیز. از اوناست که دوتا پلک بزنه پرواز کرده رفتم. ابریشمی تاراش مبارکتون باشه. مردونه اول صدا مردونه بود. ابریشمی تاراش مبارکتون باشه. مردونه چی یعنی چی واقعا؟ نکنید با خودتون هم کار. شنیدی؟ خب ممنونم ازت، مرسی. من واقعا اصلا نمیدونم چی داره میشه. برو این ضربه تک ضربه. این از راست که بیشتر خودشو میزنه، اول دعوا بطری میزنه تو سر خودش. من خدا میزنم تو که هیچی نیست. عباس برسلی بریم واسه کلیپ آخر. بدم درد میکند بالش ندارم. حاجی به به اهل چه پسر گلیه. دلم تنگ شده یاری ندارم. گوجی فرنگی با نمک شور میشه، دختر گوجی با پسر جوش میشه. Thank you very much. خندیدی آخریشه که الان ما رو برزیم بود. آماده ای؟ برو بریم. نه من رفت جامو بیاریم. بله دیگه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. یاد بگیرید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. رفت جامو بیاریم. بله دیگه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها. بریم سراغ مجازات کردن خانم پردیس. همش دارم جدیدن من مجازات میشم. ازدواج کردم مجازاتت کنم. وقتی دنبال یه نفر میگردی مجازاتش کنی. بریم همین بریم دیگه. زجر کشش ها. داره خوب میشه. گناه داری در قشن. دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ. وقتی چشم چه خب این بودش از ویدیو فرهاد ایکس ری. بریم نمره بدیم.
ویدیو باحالی بودش، تارتولاف خوب بود، یه جاش واقعا چیز شدیم، حالا اون بعد شده چی بودش، مادر با بچه از شوخی‌ها میکنه، ولی ویدیو خوبی بودش، دمشون گرم. بین ویدیوهای خود فرهاد بخوایم نمره بدیم، خب نمره اونقدر بالایی نمیگیره، چون هم تارتولافای خیلی باحال‌تری من فرهاد دیدم، هم ویدیوهای کلا ویدیوهای بالاتری رو، ولی خب کلا خوب بودش. نمره 6 از 10 7 از 10 6 از 10 بهش میدیم. دمشون هم گرم. همین، مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه ویدیو رو دوست داشتید بر دوستاتون هم بفرستید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. همین دیگه، دوستتون داریم. فعلا خدافظ.